سلام علیکم. عثمان هستم از زایران. میخواستم یک شعر بخونم. قبل ابوبکر و عمر بر افت کشور میزنم، تیغ عثمان و علی بر فرق کافر میزنم. سنیم دینم ز احمد، ملت من از خلیل، مذهبم باشد تسنن، رب من رب جلیل. و دست شما در نکنه از این برنامه خوبتون. التماس دعا دارم. خداحافظ. بسم الله الرحمن الرحیم. امیرحسین هستم، شیعه هدایت یافته از بلژیک. ضمن سلام و عرض ارادت خدمت اساتید محترم شبکه، شخصی در پیام قرایی مطالبی در مورد این که اساتید شبکه‌های توحیدی آیات قرآن را تحریف می‌کنند و در حقیقت جنگ شیعه و سنی را انداختند و اذیت می‌کنند و از این کار انگیزه سیاسی دارند. مشکل این آقا و امثال ایشان با ابن تیمیه و وهابی هاست، اینجوری که ایشان خودشان میگفتن. در جواب ایشان عرض میکنم آقای احمد از اصفهان، و گاهی هم تلفن میکنید احمد از ایران، صدای شما برای موحدین کاملا آشناست. گرچه باور نمیکنم نام حقیقی شما احمد هم باشد، چون شماها عادت کردید مانند آخوندها و مراجع شیعه تقیه کنید و به دروغ به امام جعفر صادق نسبت میدهید که ایشان فرموده 9 دین من تقیه است و تقیه دین آبا و اجدادی است. هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. رهبران شما با تأسیس این همه شبکه که صدایش گوش فلک را کر کرده و کتاب‌های اهل سنت را قطع و برید کرده و پخش می‌کنید و داد و فغان را انداخته اید و در یک شهر 20 میلیونی تهران اجازه یک مسجد به موحدین نمی‌دهید، در صورتی که جدیدترین بزرگترین مسجد در مسکو با حضور آقای پوتین گشایش یافت. از چه وحشت دارید؟ شماها که به قول خودتان اهل بیت و امام زمان را پشتوانه خود می‌دانید، چرا اجازه یک مسجد را نمی‌دهید؟ شما که اجازه دارید در شبکه‌های توحیدی مطالب و شرکیات و شبهات خود را مطرح کنید، چرا در شبکه‌های خودتان اجازه نمی‌دهید ما هم در همین حد که شما تلفن می‌کنید مطالب خودمان را بیان کنیم و بعد می‌گویید ما با اهل سنت مشکل نداریم، با ابن تیمیه و وهابی‌ها مشکل داریم. ابن تیمیه در کتاب خود چه گفته که شماها را پریشان کرده؟ جز این که گفته این گنبدها و بارگاه‌ها که درست کرده اید و مردم را به سوی شرک تشویق می‌کنید کار خلاف قرآن است؟ و آیا محمد ابن عبدالوهاب که در کتاب توحید خود اعمال شرک‌آمیز شما را بر اساس آیات قرآن صحیح ندانسته و دلایل قرآنی ارائه نموده شما را ناراحت کرده؟ شما هم مثل علمای شیعه دارید تقیه می‌کنید. ما مذهب وهابی در دنیا نداریم، بلکه همه موحدین جهان وهابی هستند. دین و مذهب شما آنقدر بی پایه و اساس است که در تمام کشورهای جهان موحدین مسجد دارند الا شیعیان. اگر دارند نام ببرید تا ما هم بدانیم. بیش از این مغلطه و سفسطه نکنید. شما آقای احمد در تمام برنامه‌های شبکه‌های توحیدی تلفن می‌کنید و یک شبهه‌ای مطرح می‌کنید و بعد می‌روید تا در برنامه دیگر. شما در برنامه جناب آقای انصاری استاد عزیز قرار بود کامپیوترتان را روشن کنید و جواب سوال ایشان را بدهید، ولی دیگر تماس نگرفته اید. خواهش میکنم بیشتر از این خودتان را رسوای عالم و آدم نکنید. ملت ایران فهمیدن که شماها دارای یک مذهب پوشالی هستید و فقط خود را پشت اهل بیت پیامبر پنهان کرده اید. گاهی به نعل میزنید و گاهی به میخ. بیش از این خود را مسکه موحدین نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.